من بسیار خشمگین بودم و البته هنوز هم هستم، ولی نمیدانم چرا دیوانه خطابم میکنید. اعتراف میکنم که ناخوش بودم، اما حواس پنجگان هم کار خود را درست انجام میدادند. حتی باید بگویم بهتر از گذشته کار میکردند. به ویژه حس شنوایی هم صداها را واضح تر میشنید. هر صدایی در زمین آسمان بود به وضوح میشنیدم. حتی صداهای دوزخ را میشنیدم. نه، هرگز نمیتوانید مرا به جنون متهم سازید. گوش کنید تا ببینید چطور این اتفاق در زندگیم رخ داد. به یاد ندارم که این اندیشه از کجا و چگونه از ذهنم گذشت، اما میدانم از همان هنگام رهایم نکرد و شب و روز تمام تصوراتم را تسخیر کرد. من کاری کردم که همکنون قصد دارم آن را تعریف کنم، ولی قبلا باید خاطر نشان کنم که این عمل را از روی کینه ورزی یا به خاطر پولهای پیرمرد انجام ندادم. هرگز چشم به مال او ندوخته بودم. عامل اصلی یکی از چشمهای او بود. آری، همان چشم که همچون چشم کرکس معخوف بود. آبی کمرنگی که پوسته‌ای کدر بر آن گسترده بود. هرگاه که این چشم به من نگاه می‌کرد، بدنم سرد می‌شد و به لرزه می‌افتادم. عاقبت تصمیم خودم را گرفتم. عزمم را جزم کردم که پیرمرد را بکشم. فقط با کشتن صاحب چشم بود که می‌توانستم از این هراس رهایی یابم. خب، شما تصور می‌کنید دیوانه ام؟ اما دیوانگان چه می‌دانند؟ آنها عقل و شعور ندارند. من این کار را بسیار عاقلانه و از روی نقشه و با موفقیت به پایان رساندم. چقدر محتاطانه عمل کردم و چه زیرکانه. 1 هفته ای تمام پیش از اینکه پیرمرد را به قتل برسانم تا جایی که میتوانستم به او محبت کردم. هر نیمه شب در اتاقش را به آرامی باز میکردم. خیلی آرام و بی صدا سرم را از لای در تو میبردم. با چه مهارتی این کار را میکردم. بعد فانوسی را که طرفین آن را با ورق فلزی محصور کرده بودم تا نور به بیرون نتابد به درون اتاق دراز می کردم. برای انجام عملیات 1 ساعت وقت صرف می کردم. هدف من از این همه ریاضت دیدن سیمای خفته پیرمرد بود. خدا مجنون اینقدر عاقل است که بتواند چنین نقشه‌ای بکشد. وقتی سرم کاملا توی اتاق قرار می گرفت، خیلی ماهرانه در فانوس را می گشودم. در این قسمت از عملیاتم کمال دقت و احتیاط را به کار می بردم تا صدایی بلند نشود. لولای در فانوس پر سر و صدا بود. آن را به قدری باز می کردم که فقط باریکه نوری از آن خارج شود، به اندازه‌ای که برای دیدن آن چشم کرکس مانندش کافی باشد. 1 هفته تمام این عملیات شبانه را تکرار کردم. لیکن همواره چشم کرکسش بسته بود. اندک اندک از فکرم منصرف می شدم. عذابی که من می کشیدم از خود پیرمرد نبود، که از چشمش بود. آن چشم کرکسی مرا شکنجه می داد. صبحگاهان که هوا رو به روشنایی می گذاشت، جسورانه و با اعتماد به نفس به اتاق پیرمرد می رفتم و او را به اسم صدا می کردم و از مصاحبتش مسرور می شدم. حتی با شادمانی می پرسیدم که شب قبل خوب خوابیده یا نه. بنابراین او هیچگاه به من مشکوک نمی شد. نه، امکان ندارد به من شک برده باشد. باری 8مین شب هم مانند شبهای قبل، اما با احتیاط بیشتر به طرف اتاقش رفتم. دستهایم از عقربه های ساعت دقیق تر و بی صداتر کار می کردند. تا پیش از آن شب هرگز متوجه این همه هوش و نبوغ در خود نشده بودم. شادمانی عظیمی وجودم را فرا گرفته بود. به پیروزیم ایمان داشتم. هیچ تردیدی در موفقیتم نداشتم. آرام در را باز کردم. به این فکر افتادم که تا اینجا رسیدم و در را باز کردم، اما هنوز پیرمرد خواب است و از وجود من کاملا بی اطلاع. این اندیشه سبب شد که بی اراده به خنده بیفتم. صدای خنده‌ام چندان بلند نبود، لیکن گویا او شنید.
صدای جابجا شدن در رخت خواب را شنیدم. حتما تصور میکنید که من پس رفتم و تغییر عقیده دادم، ولی چنین نکردم. اتاق بسیار تاریک تر از آن بود که بتوان چیزی دید. سیاهی مطلق بر اتاق حکم فرما بود. پیرمرد از بیم سارقین پنجره ها را چفت کرده بود و پرده های ضخیم اتاق را کشیده بود. یقین داشتم که نمی بیند در باز است، پس با خاطری آسوده به کارم ادامه دادم. حد زدم صدای موش یا باد بوده و به خود گفتم به هر حال همین امشب کار را تمام می کنم. باید امشب بمیرد. زمان نسبتا درازی بی حرکت ماندم و نفس در سینه‌ام حبس کردم. هیچ صدایی دال بر حرکت او نشنیدم. مطمئن شدم که خواب است. بنابراین به آرامی در فانوس را باز کردم، به اندازه‌ای که فقط باریکی نوری از آن به سیمای پیرمرد بتابد. نور یک راست به چشم کرکس افتاد. این بار چشم کرکس باز بود. سخت عصبانی شدم. آن چشم لعنتی را به خوبی می دیدم. رنگ آبی آن را می دیدم که پوسته مات بر آن کشیده شده بود. با تمام وجود به لرزه افتادم. هیچ جای پیرمرد جز آن چشم کرکسوار معلوم نبود. صدای بسیار خفیفی شنیدم. صدایی همانند صدای ساعت مچی که در پارچه‌ای محکم پیچیده شده باشد. این صدا بسیار آشنا بود. آن را به خوبی می شناختم. این صدای تپیدن قلب پیرمرد بود. بیش از پیش عصبانی شدم. این صدا همچون نواختن طبل برای سربازان جنگی مرا تهیج کرد و احساس شجاعت و جسارت در من برانگیخت. کوشیدم به خود مسلط شوم و همچنان آرام و با مهارت به کارم ادامه دادم. حتی صدای نفس خودم را نمی شنیدم. اصلا نفس نمی کشیدم. بدون اینکه دستم تکان بخورد فانوس را گرفته بودم و باریکی نور همچنان بر چشم کرکس می تابید. تپش لعنتی قلب پیرمرد شدیدتر شد. قلبش تندتر و با صدایی بلندتر میزد. حدس میزنم پیرمرد خیلی به هراس افتاده بود. بله، همانطور که قبلا هم گفته بودم بسیار خشمگینم. در این زمان ملال انگیز شب در تاریکی خوفناک آن خانه کهنسال چنین صدایی سخت مرا به وحشت میانداخت. لیکن باز تاب آوردم و از سکوت اختیار کردم. صدای تپش قلب پیرمرد به گونه‌ای سرسام‌آور تندتر و بلندتر میشد. گمان می‌کردم این قلب امکان دارد هر آن متلاشی شود. این گمان بر شدت هراسم می‌افزود. نکند یه وقت همسایه‌ها این صدا را شنیده و از خواب بیدار شوند. زمان آن رسیده بود که جان پیرمرد را بگیرم. از ته دل عربده‌ای کشیدم. حصار فانوس را برداشتم و به وسط اتاق خیز برداشتم. فریاد خفه پیرمرد را فقط یک بار شنیدم. گامی برداشتم و پیرمرد را از تخت خواب پایین کشیدم و تشک را بر سرش انداختم و خفه اش کردم. لبخندی از پیروزی لبانم را باز کرد. صدای تپش قلب پیرمرد تا دقایقی پس از مرگش ادامه داشت. هیچ نگران نبودم. یقین داشتم که کسی این صدا را از پشت دیوارهای اتاق نمیشنود. عاقبت صدا قطع شد. تشک را از سرش برداشتم و جنازه را معاینه کردم. آثاری از حیات در آن جسد بی حرکت مشهود نبود. بر قلبش دست گذاشتم. نه، هیچ تکان نمیخورد. او مرده بود. دیگر آن چشم کرکس روز و شب مرا شکنجه نمیداد. آسوده شده بودم. مبادا فکر کنید که دیوانه‌ام. برای پنهان کردن جسد نقشه بسیار ماهرانه‌ای کشیدم. این نقشه نمایانگر کمال نبوغ و زیرکی من است. اندک اندک صبح نزدیک میشد. به سرعت 3 تکه چوب از تخته‌های کف اتاق کندم و پیرمرد را در چاله زیر آن گذاشتم و دوباره تخته‌ها را با زبردستی سر جایش قرار دادم. اطمینان داشتم این راز تا ابد مکتوب میماند. خونی ریخته نشده بود و هیچ آثار جرمی باقی نبود. این نقشه ماهرانه و بدون عیب پایان یافته بود. ساعت 4 صبح بود و هوا هنوز تاریک بود. هنگامی که ساعت زنگ 4 را زد، در ورودی خانه به صدا درآمد. با اعتماد به نفس بدون اینکه هراسی به دل راه بدهم رفتم در را باز کردم.
3 مرد مرتب و تمیز وارد شدند و مؤدبانه خود را معرفی کردند. پلیس. یکی از ماموران گفت که یکی از همسایه‌ها صدای فریاد مشکوکی شنیده و به پلیس اطلاع داده. به این ترتیب 3 مامور را برای بازجویی فرستاده بودند. من با خونسردی به آنها خوش آمد گفتم و برایشان اینطور توضیح دادم که گاهی در خواب فریاد میکشم و این دست خودم نیست و اضافه کردم که پیرمرد برای استراحت به خارج شهر رفته و در خانه نیست. بعد تازه واردین را به خانه بردم و همه جای ساختمان را به آنها نشان دادم و مخصوصاً سفارش کردم که خوب بگردند. سرانجام آنها را به اتاق پیرمرد بردم و کمد و صندوق پیرمرد را به آنها نشان دادم که به آنها ثابت شود اموال او دست نخورده است. سپس با اطمینان خاطر چند صندلی آوردم و اصرار کردم که بنشینند. شوق فاتحانه‌ای در خود احساس می کردم. با خونسردی صندلی برای خودم آوردم و درست روی همان جایی که جسد پیرمرد مدفون بود قرار دادم و نشستم. حرکات بی تکلیف و خونسردی من موجب شد که ماموران متقاعد شوند عمل خلافی از من سر نزده. با روی باز به آنچه می‌پرسیدند جواب می‌دادم. کم کم سوالات معمولیشان به پایان می‌رسید که یک دفعه احساس کردم رنگ باخته‌ام. دلم می‌خواست که آنها زودتر بروند و شرشان را از سرم کم کنند. سرم گیج می‌رفت و صدایی در گوشم احساس می‌کردم. صدا بلندتر می‌شد و ادامه یافت. برای اینکه صدا را نشنوم بلندتر و تندتر صحبت کردم. خیلی تند صحبت می‌کردم اما صدا قطع نمی‌شد. اندک اندک متوجه شدم که سرچشمه صدا از گوشم نیست. شک نداشتم که رنگم را به کلی باخته بودم. همچنان به تند سخن گفتن ادامه دادم. لیکن آن صدای لعنتی هر لحظه بلندتر می‌شد. هیچ کاری از دستم ساخته نبود. صدا به تیک تاک ساعت مچی میمانست که دورش پارچه‌ای پیچیده باشد. نفسهایم تندتر شده بود ولی مأموران متوجه نشدند. من همچنان بلندتر و تندتر صحبت می کردم اما صدای اسرارآمیز بلندتر می شد. عاقبت از جا بلند شدم. در مورد اتفاقات پیش پا افتاده سخن گفتم. با صدای بلند سخنانم را نشخوار می کردم. همه عضلات صورتم تکان می خوردند. ولی صدای تپش دست بردار نبود و بدون اینکه لحظه‌ای قطع شود ادامه داشت. نمیفهمم چرا مأمورین نمی رفتند. به قدم زدن در اتاق پرداختم. طول و عرض اتاق را با گام‌های سنگینم می‌پیمودم. اینطور نشان دادم که از سخنان مأموران عصبانی هستم. ولی صدا قطع نمی‌شد. خدایا کمک کن. آخر چه کاری از دستم ساخته بود؟ دهنم خشک شده بود و چرند می‌گفتم. خودم نمی‌فهمیدم که چه می‌گویم. صندلیم را روی زمین کشیدم. صدای ناهنجاری ایجاد کرد اما صدا همچنان ادامه داشت. صدا بسیار بلند شده بود. مأموران با خونسردی سخن می‌گفتند و می‌خندیدند. یعنی آنها صدا را نمی‌شنیدند؟ نه، امکان ندارد. حتما می‌شنیدند. احساس کردم آنها از همه چیز اطلاع دارند و نیشخندهایشان برای هول و هراس من است. باری من در آن شرایط چنین احساساتی داشتم. لیکن هیچ شکنجه‌ای برایم توان فرساتر از آن چشم کرکسی نبود. حتی این زجر را به دیدن چشم کرکسی ترجیح می دادم. مأموران لبخند گرگ نشانه‌ای بر لب داشتند. این لبخند آنها بر شدت عصبانیتم افزود. اطمینان داشتم اگر داد نزنم میمیرم. صدا همچنان بلندتر میشد. بلندتر. از ته دلم داد زدم. بس است. گورتان را گم کنید. من اعتراف میکنم. بله، اعتراف. چوب‌های کف اتاق را بردارید. همینجاست. این صدای تپش خوف‌انگیز از اینجاست.